سلام خدمت همه همراهای گرامی. اول مهر شد و باز دوباره فصل کشت جو و گندم آغاز میشه. تو منطقه ما اول مهر رو بهش میگن میزان. میزان یعنی روزیه که شب و روز با هم میزان میشه و یکی میشه. اگه شب 12 ساعته روز هم میشه 12 ساعت، بهش میگن میزان. وقتی که میزانه یعنی که فصل کاشت جو و گندم دیگه شروع میشه. از اول مهر تا برج 8 وسطای برج 9 دیگه جو و گندم میکارن، به امید این که برف و بارون امسال خوب بشه و بتونیم برج 2 محصولات خوبی برداشت کنیم.